دستاوردهای مالی و انکشاف 6 ماه اول سال مالی در یک کنفرانس مطبوعاتی از سوی مقام ولایت غزنی با رسانه‌ها و مردم شریک شد. به گفته مسئولین، مجموع عواید ادارات مختلف در این ولایت بیش از 700 میلیون افغانی است که بیشترین عواید از ریاست‌های مصرفیات و برشنا به دست آمده است. به گفته آنان، بیش از 450 پروژه انکشافی و خدماتی در این ولایت تطبیق شده است که در آن اعمار سرک‌ها، تأسیسات پهنتون و پروژه‌های انکشافی شامل می باشد. خلاصه و پوشورده از فعالیت‌های مقام ولایت غزنی در دو ربع اول سال جاری قرار ذیل است. 1. آغاز کار تعمیر ولسوالی‌های خوگیانی و رشیدان. 2. ادامه کار پروژه تعمیرهای توقیفخانه‌ها در 5 ولسوالی که آن قریب به بهره برداری سپرده خواهد شد. 3. تکمیل شدن سرک‌های ولسوالی گیلان، گیرو، خوگیانی و قره‌باغ که جغل اندازی شده و تکمیل شده از کارش. 4. آغاز سروی و قرارداد بند زردالو به اثر تلاش‌های مداوم مقام ولایت غزنی که یکی از بندهای مهم و حیاتی می بوده باشد. 5. آغاز هموارکاری صحن پانتون غزنی به حمایت و هدایت مقام ولایت غزنی. ریاست‌های معارف، صحت و برشنا همچنان دستاوردهای مهمی داشتند که در آن اعمار مکاتب، توزیع مواد درسی، فعال کردن مراکز صحی و توزیع انکشاف برق شامل بود. به تعداد 123,000 جلد کتاب درسی و قرطاسی باب در مکاتب مرکز و ولسوالی ولایت غزنی برای شاگردان توزیع گردیده است. 2. با همکاری مردم خیر 15 باب مکتب و مدرسه از طریق ریاست معارف به بهره برداری سپرده شده است. 3. ترمیم 17 باب مکتب از بودجه وزارت محترم معارف در ولایت غزنی. 4. تعمیر 1 باب مدرسه دینی در ولسوالی جغتو به ارزش 1,700,000 افغانی به همکاری مردم خیر به بهره برداری سپرده شده است. 5. به تعداد 1120 معلم در صنف‌های محلی این ولایت به همکاری مؤسسات همکار مشغول خدمت می باشند. مقام ولایت غزنی می گوید این کنفرانس به هدف شفافیت و حسابدهی به مردم دایر گردیده بود که در آینده نیز چنین کنفرانس ها را برگزار خواهند کرد.